امروز که بیدار شدم دیدم برف اومده. به این فکر افتادم که یه عدسی خیلی خوشمزه درست کنم. عدسایی که شستیم و میرسیم توی قابلمه، بهش آب اضافه میکنیم، میذاریم روی حرارت تا قشنگ بپزه. وقتی که عدسمون پخت و به این حالت رسید، میایم توی تابه دیگه پیازی که ریز خرد کردیم و با روغن تفت میدیم، به زردچوبه و فلفل سیاه و فلفل قرمز و نمک اضافه میکنیم، به همراه یه قاشق غذاخوری رو به گوجه. خوب رو به گوجه رو مخلوط میکنیم تا رنگش دراد. یه کوچولو هم از اون عدس و آبش رو میکوبیم برای لعاب بیشتر، با رو به گوجه تفت میدیم و همه اینا رو برمیگردونیم دوباره توی عدس پخته شده. دوباره توی این مرحله من میام از این رشته های سوپیا به اصطلاح ورمیشل بهش اضافه میکنم. خیلی خوشمزه میشه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. بعدم برای چاشنیش آخرای پخت یه ذره بهش آب لیمو اضافه میکنم و میذارم قشنگ لعاب بیفته و عدسی ما آماده است. خیلی خوشمزه و خوش‌طعم و مفیده. حتما درست کنید.